زندگی خیلی وقتا شلوغ و پر استرس میشه. تصمیم گیری سخته و آرامش کمه. امروز قراره با هم درباره کتابی حرف بزنیم که کمک میکنه استرس رو کم کنی، راحت‌تر تصمیم بگیری و زندگیت رو شادتر و راحت‌تر بسازی. کتاب هنر خوب زندگی کردن پر از نکته‌های ساده و کاربردیه که میتونی همین امروز شروع به استفاده ازشون کنی. خب دوست خوبم، اگه آماده ای که یه زندگی شیرین‌تر و شادتر بسازی، این کتاب رو اصلاً از دست نده. حالا یه سوال دارم ازت. تا حالا شده یه قبض بیاد دستت و با خودت بگی وای بازم پول رفت، یا مثلا یه جریمه بشی و تمام روز حالت گرفته باشه؟ خب حالا تصور کن همون مبلغ دقیق رو به یه خیریه داده بودی. احساست فرق نمی کرد؟ همون پوله، ولی حسش زمین تا آسمون فرق داره. چرا؟ چون مغز ما فقط با عددها کار نمیکنه. با داستانی که پشت اون عدده، با ذهنیتی که بهش وصل میکنیم زندگی میکنه. و دقیقاً همینجاست که وارد اولین ابزار از جعبه ابزار ذهنی رولف دوبلی، نویسنده این کتاب میشیم. رولف یه سوال جالب میپرسه: چرا ما پولی که هدیه گرفتیم رو راحت‌تر خرج میکنیم؟ چرا وقتی پاداش آخر سالو میگیریم سریع میریم براش لباس میخریم یا یه شام مفصل، اما حقوق ثابت رو سفت و سخت نگه میداریم؟ چون ذهن ما برای هر مدل پول یک کشوی جدا توی مغزش داره. یک کشو واسه پاداش، یکی واسه حقوق، یکی واسه خرج غیر منتظره. و بر اساس اون کشو احساس و رفتار ما نسبت به اون پول فرق میکنه که بهش میگن حسابداری ذهنی. خب پس چی؟ باید ذهنمون رو گول بزنیم؟ نه، اتفاقا باید ازش استفاده کنیم. قراره تو این پادکست بگیم چطوری از همین ویژگی ذهن که ممکنه بعضیا بهش بگن یه جور خطاست، مثل یه ابزار حرفه‌ای استفاده کنیم. مثلا قبض آب و برق رو مثل یه هزینه رفاه ببین، چون بهت آسایش میده. جریمه رو بذار پای درست کردن یه اشتباه کوچیک و تمومش کن. و اگه پولی ازت پرید بگو حساب خیر شد و ببین که چقدر حالت بهتر میشه. از این به بعد هر وقت با یه هزینه ناخوشایند روبرو شدی، بیا با هم یه بازی انجام بدیم. یه اسم جدید واسش بذار، یه داستان خوشحال تر بساز. مثلا بگو این هزینه آرامش خونمه، یا این جریمه هزینه حواس پرتی یه روز خسته کننده بود. تو همون لحظه بدون اینکه چیزی تغییر کرده باشه، تو ذهنت یه دنیای تازه ساختی و زندگی از همین ذهن شروع میشه. دوست من، خوب زندگی کردن فقط تو تصمیم‌های بزرگ نیست. همین ریزه‌کاری‌های ذهنیه که فرق آدم‌ها رو میسازه. تو هم میتونی از همین امروز با یه نگاه کوچیک متفاوت روزهات رو آرومتر، سبکتر و دلنشین‌تر کنی. رولف میگه ما اغلب شروع رو بزرگ میکنیم و قدرت اصلاح رو دست کم میگیریم. ما همیشه تأکید میکنیم روی شروع خوب، تحصیل، شغل، عشق، دارایی. انگار همه چی باید از ابتدا عالی باشه. اما زندگی پیوسته پر از تغییر و آشفتگیه. رولف توصیه میکنه جای اینکه بخوای همه چیز عالی باشه از اول، هدف گذاری کن تا همیشه آماده اصلاح باشی. چرا؟ چون اصلاح‌های کوچیک ولی مداوم هستن که نهایتاً مسیر رو به سمت زندگی بهتر تغییر میدن. ما فکر میکنیم یک بار تصمیم بزرگ میگیریم و بعدش مسیر هموار میشه، اما واقعیت اینه زندگی یه سری تصحیح‌های مداومه که باعث تداوم و ثباتمون میشه. ذهن ما دوست داره تصمیم‌هایی که گرفتیم رو درست بدونه. اگه بخوایم اصلاح کنیم انگار داریم اعتراف میکنیم غلط فکر کردیم یا اشتباه کردیم. خودمون رو سرزنش میکنیم و این سخت‌ترین بخششه. اما رولف میگه اونهایی موفقن که در مسائل جدی زندگیشون تعهد و عدم انعطاف داشته باشن.
مثل قول خوردن شام با خانواده شبهای کاری، همه روزها نه، اما رفتن به سمت یه قاعده مشخص که هر هفته بدون مذاکره اجرا میشه. اینطوری مغز انرژیش رو برای تصمیم گیری های کوچیک هدر نمیده و موقع اصلاح بزرگتر خلأ انرژیش کمتر حس میشه. رولف توصیه میکنه یه چیزی مثل جعبه سیاه زندگیت بسازی. هر وقت تصمیم مهم گرفتی نتایجش رو ثبت کن. مثلا کاری که درآمدت خیلی کم آورد یا تجربه‌ای که عایدت نکرد. بعد بررسیش کن و اصلاح لازم رو انجام بده. اینطوری تعصب یا غرورت نمیذاره اشتباه دوباره تکرار بشه. زندگی شما مثل پروازه. نگه داشتن فرمون و اصلاح مسیر رمز آرامشه. گاهی نیاز داری انعطاف ناپذیر باشی در تعهدات مهمت. هیچ وقت کوتاه نیا. وقتی موضوعی برات مهمه، نرمی توی اون نقطه نه یه قوت بلکه یه ضعفه. تعهد ناگسستنی داشته باش. یعنی وقتی قول دادی بیچونه عمل کن. هر چقدر تقسیم نشدنی بودن قولهات بیشتر باشه، ذهنت کمتر خسته میشه و انرژی ذهنیت برای چیزهای مهمتری میمونه. تصمیم‌های لحظه‌ای انرژی ذهن رو تخلیه می‌کنن. وقتی همیشه تصمیم بگیری، در نهایت فرسودگی تصمیم گیری می‌گیری. اما وقتی یه تعهد قطعی داری، نیازی نیست هر لحظه درباره اون فکر کنی یا دوباره بررسیش کنی. فرض کن می‌خوای هر روز پیاده روی کنی ولی همیشه بهونه میاری. به جای تصمیم هر روز یه تعهد قطعی بذار. هر روز بعد از کار بدون حذف 30 دقیقه پیاده روی میکنم و بس. حتی وقتی خسته یا حوصله نداری، چون این یه قاعده شکل گرفته است. دیگه ذهن درگیر تصمیم گرفتن نیست و این یعنی آزادی ذهن. برای ایجاد تعهد مؤثر یه حوزه مهم زندگی تو مشخص کن. مثلا خواب، ورزش، روابط، مطالعه. و بعد یه تعهد روشن و دقیق بنویس. مثلا من هر شب ساعت 10:30 میخوابم. حالا روی خودت پایبند باش، نه 99% بلکه 100% عمل کن. اگه لغزیدی دوباره ادامه بده و اشتباه رو قبول کن و اصلاح کن. نویسنده میگه ذهن ما عاشق پنهون کردن اشتباهاته، اما رشد واقعی وقتی اتفاق میفته که منصفانه اون اشتباهات رو بررسی کنیم. قبل از تصمیم گیری های بزرگ همه فرضیات و فکرها رو ثبت کن. بعد اگه نتیجه نداد دقیق بررسیشون کن و تکرارشون نکن. تصور کن که ذهنت مثل یه هواپیماست و زندگیت مسیر پروازه. تو باید مثل خلبانی باشی که بعد از هر لحظه پرواز همه داده ها رو چک میکنه، اشتباهات رو ثبت میکنه و دفعه بعد کمی بهتر پرواز میکنه. اگه از تجربه ها درس بگیری، مسیرت امن‌تر، نتایجت دقیق‌تر و آرامش ذهنیت بیشتر میشه. نویسنده اشاره میکنه ذهن ما وقتی روی یه جنبه خاص تمرکز میکنه به طرز اشتباهی شکست‌ها یا لذت‌های بعدش رو چند برابر تصور میکنه. واقعیت اینه که اون چیز در زندگی جامعه ما به هیچ وجه به اون اندازه اهمیت نداره. مثلا وقتی به فکر زندگی در یه شهر توریستی مثل میامی هستیم، هوای عالی و ساحل برامون برجسته میشه. اما تحقیقات نشون داده خوشحالی واقعی خیلی به عواملی مثل روابط، تفریحات ساده، عادتهای روزمره وابسته است، نه فقط هوای بهتر. هیچ چیز در زندگی اونقدر مهم نیست که وقتی بهش فکر میکنی به نظر میرسه. نویسنده میگه برای اجتناب از تصمیم گیری احمقانه باید تصویر بزرگ زندگی تو ببینی، نه فقط یه فریم محدود. باید وقتی دو گزینه رو مقایسه میکنی فراتر از یک ویژگی اصلی نگاه کنی: هوای بهتر، شغل بهتر، درآمد بیشتر و تصویر کل جنبه‌های زندگی رو در نظر بگیری. اینطوری احتمال اثر خطای ذهن کاهش پیدا میکنه. هر زمان که قراره یه انتخاب بزرگ مثل شغل جدید، محل زندگی یا خرید مهمی داشته باشی، اول از خودت فاصله بگیر. ذهنتو از گزینه‌ها جدا کن.
به جای تمرکز روی یک ویژگی تصویر جامع بساز. چالش‌ها، انرژی‌ها، روابط، زمان، ارزش‌های شخصی. بعد از بررسی کل زندگی و نه فقط یک جنبه تصمیم بگیر. این به تو کمک میکنه لذت واقعی و پایدارت رو انتخاب کنی، نه رضایت زودگذر و خوشباورانه. ذهنمون گاهی مثل یه بزرگنمایی خطاست. یه چیزی کوچیک رو غول میکنه. مثلا هوا، غذا یا اسم یه دانشگاه ممکنه در آنتن ذهنت غوغا کنه، اما زندگی واقعیت پر از چیزهای دیگه است که شادی واقعیت رو میسازه. یادت باشه آنچه اکنون روش متمرکز هستی لزوماً همه چیز نیست که شادیهات رو شکل میده. پس وقتی تصمیم مهمی در راهه، ذهنتو آروم کن، نگاه گسترده تر بساز و بعد انتخاب کن. نویسنده در فصل بعدی توجهمون رو به این جلب میکنه که ما در شرایطی قرار داریم که هیچ اختیاری در انتخاب زمان، مکان و خانوادهمون نداشتیم. این قرعه سرنوشت نقش بزرگی در موفقیت، شادکامی و فرصتهای زندگی ما داشته. حالا چرا این شناخت مهمه؟ قدر بیشتر داشتهات رو بدون. وقتی میفهمی چه چیزهایی بر پایه شانس داری، مثل کشور تولد، خانواده، دسترسی به آموزش، شکرگزارتر میشی. انتقامجویی یا خود سرزنشی رو رها میکنی. موفقیت بعضی افراد به ساده بودن شانسشون برمیگرده، نه صرفاً کار فوق‌العاده‌شون. متواضع بودن و دادن حق افراد با شرایط متفاوت روحیه اجتماعی و عمومی بهتری ایجاد میکنه. شناخت این که بخشی از جاده موفقیتمون به واسطه شانس بوده یعنی آزادتر شدن. خستگی مبارزه رو کمتر میکنه، حس رقابت جویی رو تلطیف میکنه و آرومتر به مسیر نگاه میکنیم. قرعه ما اگه شانس بود، راه بعدیمون آگاهانه تره، یعنی با تلاش و مسئولیت شخصی حرکت کنیم، نه از سر خودترسی یا غرور کودکانه. ذهنمون خیلی وقتا مثل یه نویسنده است که قصه برای خودش میسازه. ما فکر میکنیم میفهمیم چه چیزی میخوایم، چه چیزی ما رو ناراحت کرده، اما حقیقت خیلی وقتها داستانه، نه واقعیت. پس آگاه باش، صدای درونت گاهی مینویسه، اما بهش اعتماد مطلق نکن. بهتر تاریخچه تصمیماتت رو نگاه کنی، مثالها رو بررسی کنی، بعد سراغ مسیرت بری. ما همیشه فکر میکنیم باید خودمون باشیم، باید کاملا اصیل و صادق به نظر برسیم، ولی رولف هشدار میده که این انتظار گاهی میتونه به دام تبدیل بشه و جلوی رشد و پیشرفتمون رو بگیره. رولف میگه خیلی وقتها ما به خاطر ترس از قضاوت یا شکست از ظاهر اصیل بودن فراتر نمیریم و میمونیم توی یه نسخه محدود و ثابت از خودمون. این باعث میشه جلوی یادگیری، تغییر و انعطاف پذیری رو بگیریم. در واقع اصالت به معنای ثابت بودن نیست، بلکه باید ترکیبی باشه از صداقت و توانایی انطباق با شرایط جدید. چرا این موضوع مهمه؟ چون اگر گیر کنیم در قالب باید اینجوری باشم، نمیتونیم بهتر بشیم یا راه حل‌های نو پیدا کنیم. زندگی یعنی تغییر و رشد. پس اصیل بودن واقعی یعنی شناختن خودت و البته شجاعت تغییر کردن. چطور این دامها رو دور بزنیم؟ بپذیر که تغییر و رشد بخشی از زندگی و خود اصیل توه. به جای چسبیدن به یه تصویر ثابت از خودت، سعی کن هر روز نسخه بهتری از خودت باشی. قبول کن که همه ما در موقعیت‌های مختلف بخش‌های متفاوتی از خودمون رو نشون میدیم و این کاملاً طبیعی و خوبه. این که بخوای همیشه یک جور باشی مثل این میمونه که یه نقاشی قدیمی رو مدام نگاه کنی و نذاری رنگ و طرح جدیدی روش بزنی. زندگی پر از رنگ‌ها و تغییراته. پس نترس که هر روز یه رنگ تازه به نقاشی خودت اضافه کنی. اصالت یعنی واقعی بودن، اما واقعی بودن یعنی آزادی برای رشد و تغییر.
معمولاً همه فکر میکنیم اطرافیانمون رو کامل میفهمیم، اما در این فصل رولف میگه این یه توهم بزرگه. ما همیشه فکر میکنیم که میدونیم چرا آدم‌ها فلان رفتار رو میکنن یا چی تو دلشون میگذره، اما حقیقت اینه که اغلب برداشتامون سطحیه و ما فقط بر اساس تجربیات محدود خودمون حدس میزنیم. حالا چرا باید این رو بدونیم؟ چون وقتی بفهمیم نمیتونیم 100% دیگران رو بفهمیم، صبورتر و مهربونتر میشیم. این آگاهی کمک میکنه قضاوت‌های سریع و سطحی رو کنار بذاریم، روابط عمیق‌تر و واقع‌بینانه تری بسازیم. حالا چطوری این توهم رو بشکنیم؟ به جای فرض کردن درباره نیت یا احساسات دیگران، سوال بپرسیم و بیشتر گوش کنیم. به یاد داشته باشیم که همه ما فقط بخش کوچیکی از داستانمون رو نشون میدیم. وقتی احساس میکنیم کسی رو کامل میفهمیم، یه لحظه مکث کنیم و بپرسیم واقعاً اینطوره؟ تصور کن داری با دوستت صحبت میکنی و فکر میکنی میفهمی چرا ناراحته، اما در واقع فقط بخشی از واقعیت رو میدونی. شاید چیزی تو دلش هست که بهت نگفته. اینکه بفهمیم نمیتونیم کامل بفهمیم، یعنی باید بیشتر گوش بدیم و کمتر حدس بزنیم. خیلی وقتها ما اونقدر توی یه زاویه خاص از زندگیمون یا موضوعی غرق میشیم که کل تصویر بزرگتر رو فراموش میکنیم. این دقیقاً همون چشمانداز محدوده که رولف تو این فصل بهش اشاره میکنه. وقتی فقط به یه بخش از زندگی یا یک نگرش چسبیده باشیم، نمیتونیم همه فرصتها و خطرها رو ببینیم. این محدودیت ذهنی باعث میشه انتخابهامون ناقص و حتی اشتباه باشن. وقتی چشماندازت رو گسترده تر میکنی، بهتر میتونی تصمیم بگیری، مشکلها رو شناسایی کنی و فرصتها رو کشف کنی. باعث میشه زندگی و روابطت رنگارنگتر و پربارتر بشن. آدم‌هایی که چشمانداز بازتری دارن معمولاً خوشحالتر و موفقتر هستن. برای اینکه چشماندازمون رو بازتر کنیم، خودت رو در موقعیت‌های جدید و متفاوت قرار بده. مثلا با آدم‌هایی که دیدگاه‌های متفاوت دارن معاشرت کن. از تجربیات جدید نترس و ذهنت رو برای یادگیری باز نگه دار. همیشه سعی کن از زاویه‌های مختلف به مسائل نگاه کنی، حتی زاویه‌هایی که شاید اولش نامطلوب به نظر برسن. فرض کن همیشه فقط به یه راه حل برای حل مشکلی فکر میکنی، اما دوستت یه راه متفاوت و خیلی بهتر پیشنهاد میده. اگه چشماندازت محدود باشه، شاید اونو قبول نکنی و فرصت بزرگتری رو از دست بدی. اما وقتی ذهنت باز باشه، زندگی جذابتر و پر از کشف‌های تازه میشه. حالا در قسمت بعدی قراره درباره چگونه نگرانی‌ها رو مدیریت کنیم صحبت کنیم. نگرانی‌ها اون صدای ناخوشایند توی ذهن ما هستن که همیشه تلاش میکنن جلوی ما رو بگیرن. رولف تو این فصل خیلی ساده و روون به ما میگه چطوری میتونیم نگرانی‌ها رو کنترل کنیم تا زندگیمون کمتر پرتنش باشه. نگرانی‌ها اغلب بر پایه چیزهای واقعی نیستند، بلکه بر اساس فرضیات و احتمالات نادرست شکل میگیرن. ما ذهنمون رو به جای اینکه یه دوست بدونیم، گاهی تبدیل میکنیم به دشمنی که مدام هیجان‌ها و استرس‌ها رو بزرگ میکنه. رولف توصیه میکنه که نگرانی‌ها رو باید شناسایی کنیم، بهشون توجه کنیم، ولی اجازه ندیم کنترل زندگیمون رو به دست بگیرن. و این خیلی مهمه، چون نگرانی بیش از حد انرژی و تمرکز ما رو میگیره. وقتی یاد بگیریم نگرانی هامون رو مدیریت کنیم، میتونیم با آرامش بیشتری زندگی کنیم و تصمیمات بهتری بگیریم. این مهارت باعث میشه سلامت روان و کیفیت زندگیمون بالا بره. و حالا چند تا راهکار ساده. اولیش نوشتن نگرانی هاست. وقتی نگرانی هات رو روی کاغذ میاری، میبینی خیلی از اونها واقعا چقدر بی‌اساسن. و دوم فیلتر کردن نگرانی هاست. نگرانی هایی که قابل کنترل نیستن رو از نگرانی های قابل حل جدا کن.
فقط روی بخش‌هایی تمرکز کن که میتونی تأثیر بذاری. و سوم، تمرین ذهن آگاهی. با تمرین‌هایی مثل نفس عمیق و حضور در لحظه استرست رو کم کن. دوست خوبم، نگرانی مثل یه سایه است که گاهی خیلی بزرگتر از اندازه واقعیش تو ذهنت ظاهر میشه. اما وقتی روشنایی آگاهی میتابونیم، میبینیم این سایه چقدر کوچیکه و چقدر میتونیم راحت‌تر ازش رد بشیم. زندگی ما مجموعه‌ای از انتخاب هاست. هر لحظه داریم تصمیم میگیریم که چه مسیری رو بریم، چه رفتارهایی داشته باشیم و چطور زندگی کنیم. رولف در این فصل به ما یادآوری میکنه چقدر این انتخاب ها مهم و تعیین کننده هستند. ما همیشه فکر میکنیم انتخاب ها آزاد و سادن، اما واقعیت اینه که تحت تاثیر عوامل زیادی مثل عادت ها، محیط و احساسات قرار دارند. در عین حال همین انتخاب ها هستند که مسیر زندگی ما رو میسازن و کیفیت اون رو تعیین میکنن. رولف میگه با آگاه شدن نسبت به انتخاب هامون میتونیم بهتر تصمیم بگیریم و زندگیمون رو به سمت هدف هامون هدایت کنیم. حالا چرا باید به انتخاب هامون توجه کنیم؟ چون حتی انتخاب های کوچیک و به ظاهر بی اهمیت وقتی جمع بشن تغییرات بزرگی ایجاد میکنن. با شناختن عادتها و الگوهای رفتاریمون میتونیم تصمیمات بهتری بگیریم و به سمت زندگی بهتر حرکت کنیم. همچنین یادگیری هنر انتخاب‌های هوشمندانه میتونه باعث بشه کمتر دچار پشیمونی بشیم. چطور انتخاب‌های بهتری داشته باشیم؟ اول باید آگاهانه فکر کنیم. قبل از تصمیم گیری یه لحظه توقف کن و از خودت بپرس آیا این انتخاب من رو به هدفم نزدیکتر میکنه؟ و بعد عادتهای خوب بساز. انتخابها وقتی تبدیل به عادت بشن آسونتر و طبیعی‌تر انجام میشن. و سوم، از تجربیات گذشته یاد بگیر. تصمیم‌های قبلی و نتایجشون رو مرور کن تا دفعه بعد بهتر انتخاب کنی. انتخاب‌ها مثل شاخه‌های راهنمای مسیر زندگیمون هستند. هر قدمی که برمی‌داری یه راه جدید باز میشه. پس مهمه که با دقت و آگاهی قدم برداری، چون این قدم‌ها تعیین کننده آینده تو هستند. ما انسان‌ها عاشق داستانیم. داستان‌ها نه تنها سرگرممون میکنن بلکه نقش بزرگی تو شکل دادن به باورها و رفتارهای ما دارن. رولف تو این فصل میگه که چطوری داستان‌ها روی زندگی ما تأثیر میذارن و چطور میتونیم از این قدرت استفاده کنیم. داستان‌ها باعث میشن ما معنی به اتفاقات زندگیمون بدیم و احساس کنیم جزئی از چیز بزرگتری هستیم. این داستان‌ها میتونن مثبت باشن و ما رو به حرکت و انگیزه وادارن، یا منفی و باعث محدود شدن ذهن ما بشن. فهمیدن اینکه چطور داستان‌ها روی ما تأثیر میذارن کلید کنترل بهتر زندگیمونه. چرا داستان‌ها مهمن؟ چون ما ذاتاً به شکل داستان یاد میگیریم و حافظه ما هم بهتر مطالب رو وقتی به شکل داستان باشن نگه میداره. داستان‌ها کمک میکنن باورهای مثبت بسازیم و انرژی بگیریم. البته اگه داستان‌هایی که خودمون یا دیگران تعریف میکنن منفی یا نادرست باشن میتونن جلوی پیشرفتمون رو بگیرن. حالا چطور از قدرت داستانگویی استفاده کنیم؟ داستان خودت رو بازنویسی کن. داستانی که درباره خودت میگی چیه؟ آیا مثبت و انگیزشی هست؟ اگر نه سعی کن داستانت رو تغییر بدی. داستانهای دیگران رو تحلیل کن. ببین داستانهایی که میشنوی چقدر واقعیت دارن و چقدر فقط داستانن. داستانهای مثبت بساز. برای آینده‌ات داستانهایی بساز که تو رو به سمت بهتر شدن هدایت میکنن. زندگی مثل یک کتاب بزرگه که هر روز توش یه صفحه جدید نوشته میشه. تو نویسنده داستان خودتی، پس سعی کن قهرمان خوبی باشی و داستانت رو جوری تعریف کنی که خودت دوست داری زندگی کنی.
شکست در زندگی اون چیزی نیست که ما همیشه ازش میترسیم و میخوایم ازش فرار کنیم، بلکه یکی از بهترین معلم‌های زندگیه. رولف این فصل رو به این اختصاص داده که چطور میتونیم شکست‌ها رو بغل کنیم و ازشون قوی تر بشیم. شکست یعنی اینکه ما ریسک کردیم و حرکت کردیم، نه اینکه ایستادیم و هیچ کاری نکردیم. نویسنده میگه هر موفقیتی پشتش کلی شکستای کوچیک و بزرگ داره. پس شکست جزئی از مسیر پیشرفته. کسایی که شکست ها رو میپذیرن در بلند مدت موفقتر و خوشحالتر هستن. ما باید با شکست هامون دوست باشیم، چون یاد میگیریم، رشد میکنیم و انعطاف پذیرتر میشیم. شکست به ما نشون میده کجا باید بهتر عمل کنیم. ترس از شکست باعث میشه بسیاری از فرصت ها رو از دست بدیم، پس با دوست داشتن شکست ترسمون هم کم میشه. چطور شکست هامون رو بغل کنیم؟ شکست رو به عنوان یه درس ببین، نه پایان راه. از شکست های گذشته یاد بگیر و اونا رو تحلیل کن بدون اینکه خودت رو سرزنش کنی. به جای ترسیدن از شکست، روی تلاش و یادگیری تمرکز کن. شکست مثل بارون بهاریه که خاک خشک رو نرم میکنه تا گلها رشد کنن. پس نترس، وقتی زمین خوردی بلند شو و با انرژی بیشتر ادامه بده. همه قهرمان ها اول کلی زمین خوردن تا رسیدن به جایی که الان هستن. امروزه دنیای ما پر شده از اطلاعات مختلف، اما همشون درست نیستن. رولف تو این قسمت به ما یاد میده چطور بین اطلاعات درست و غلط تمایز قائل بشیم و فریب نخوریم. ما معمولاً تمایل داریم اطلاعاتی رو قبول کنیم که با باورها و احساساتمون همخونی دارن، حتی اگه اشتباه باشه. نویسنده میگه باید با شک و دقت به منابع نگاه کنیم و بدونیم که اطلاعات میتونن تحریف بشن یا ناقص ارائه بشن. فهمیدن چطور اطلاعات غلط تولید میشن و چطور پخش میشن کلید مقابله با فریب و اشتباهه. و این موضوع خیلی مهمه، چون اطلاعات غلط میتونن باعث تصمیم‌های اشتباه، استرس و حتی مشکلات بزرگتر اجتماعی بشن. وقتی یاد بگیریم چطور درست اطلاعات رو تشخیص بدیم، قدرت کنترل زندگیمون و روابطمون بیشتر میشه. این مهارت به ما کمک میکنه آدم‌های بهتر و آگاه‌تری باشیم. و چند تا نکته برای شناسایی اطلاعات درست. منبع خبر رو بررسی کن. آیا معتبره؟ آیا متخصصا دربارش صحبت کردند؟ چند منبع مختلف رو مقایسه کن. فقط به یه منبع اکتفا نکن. و دقت کن به علائم تعصب و اغراق. اطلاعاتی که بیش از حد احساسی باشه یا خیلی قاطعانه بیان شده باید با احتیاط برخورد بشه. و حالا بریم سراغ فصل بعدی، هنر نگفتن. چقدر براتون پیش اومده که دلتون میخواسته به یه درخواست یا پیشنهاد نبگی ولی نتونستی؟ نویسنده تو این فصل به ما میگه چرا نگفتن یه مهارت حیاتی و البته دوست داشتنیه. نگفتن یعنی داشتن مرزهای سالم، یعنی احترام گذاشتن به وقت، انرژی و اهداف خودمون. اغلب ما به خاطر ترس از ناراحت کردن دیگران یا حس گناه نمیتونیم نبگیم و همین باعث میشه تحت فشار باشیم یا کارهای زیادی به دوشمون بیفته. رولف تأکید میکنه که یاد گرفتن نگفتن به ما قدرت میده و کیفیت زندگیمون رو بهتر میکنه. وقتی به چیزهایی که بهت انرژی نمیدن یا کمکت نمیکنن نمیگی، وقت بیشتری برای چیزهای مهمتر پیدا میکنی. نگفتن باعث میشه احترام دیگران بهت بیشتر بشه، چون تو برای خودت ارزش قائل هستی. این مهارت به کنترل استرس و حفظ تعادل زندگی کمک میکنه. برای اینکه نبگیم و دل کسی رو نشکنیم بهتره که مستقیم و محترمانه بگی نه، لازم نیست کلی عذر و بهونه بیاری.
گزینه‌های جایگزین پیشنهاد بده اگر میتونی. مثلا بگو الان نمیتونم ولی فلان وقت حتما کمکت میکنم. به یاد داشته باش که حق داری اولویت‌های خودت رو داشته باشی. تصور کن همیشه سعی میکنی همه رو خوشحال کنی ولی آخرش خودت خسته و بی‌حوصله میشی. نگفتن یعنی این که به خودت هم احترام بذاری و انرژیت رو حفظ کنی تا بهتر بتونی کنار بقیه باشی. و حالا بریم سراغ عادت‌ها. عادت‌ها مثل قطارهای ذهنی هستن. وقتی ساخته بشن خیلی راحت و خودکار حرکت میکنن. خیلی از رفتارهای ما به عادت تبدیل شدن و بدون اینکه متوجه باشیم روی کیفیت زندگی ما تأثیر میذارن. رولف توصیه میکنه که عادتهای خوب رو جایگزین عادتهای بد کنیم و به مرور زندگیمون رو بهتر کنیم. عادتها خیلی مهمن چون تغییرات بزرگ از کوچکترین کارها و رفتارهای روزانه شروع میشن. عادتهای مثبت باعث افزایش انرژی، تمرکز و رضایت در زندگی میشن. وقتی عادتهای بد رو بشناسیم میتونیم اونا رو کنترل کنیم و به سمت زندگی بهتر حرکت کنیم. حالا چطور عادتهای خوب بسازیم؟ کارهای کوچیک شروع کن. تغییرات بزرگ با قدم‌های کوچیک و مستمر ساخته میشن. ثبات داشته باش. حتی اگه یه روز هم فراموش کردی، دوباره شروع کن بدون خودت رو سرزنش کردن. خودت رو تشویق کن. به خودت جایزه بده برای هر عادت جدیدی که میسازی. فرض کن هر روز 1 دقیقه زودتر بیدار شی و چند نفس عمیق بکشی. شاید یک کار کوچیک به نظر بیاد اما بعد از چند هفته کلی فرق حس میکنی. این قدرت عادت هاست. کم کم زندگیت رو شکل میده و مسیرت رو روشن‌تر میکنه. و حالا نویسنده میگه چطور اعتماد به نفس واقعی بسازیم. اعتماد به نفس مثل یه عضله است که باید تمرینش بدیم تا قوی بشه. رولف تو این فصل بهمون یاد میده چطور از درون اعتماد به نفس واقعی و پایدار بسازیم. اعتماد به نفس واقعی ربطی به تعریف و تمجید دیگران نداره، بلکه از شناخت و پذیرش خودمون شکل میگیره. رولف میگه وقتی واقعاً خودت رو میفهمی و قبول داری دیگه نیازی نیست از قضاوت‌های بیرونی بترسی. اعتماد به نفس درونی ما رو جسورتر و مصممتر میکنه. اعتماد به نفس خیلی مهمه چون کمک میکنه بدون ترس تصمیم بگیریم و ریسک کنیم. باعث میشه روابط سالمتر و بهتر بسازیم. به ما انگیزه میده به سمت هدفهامون حرکت کنیم. برای ساختن اعتماد به نفس خودت رو با خودت مقایسه کن، نه با دیگران. موفقیت‌ها و پیشرفت‌های کوچیک خودت رو جشن بگیر. از اشتباهاتت نترس و اونها رو به فرصت‌های یادگیری تبدیل کن. اعتماد به نفس یه چیز جادویی نیست که یه شب ساخته بشه، اما هر روز که یه قدم کوچیک برداری و خودت رو بیشتر بشناسی این جادو اتفاق میفته. همه آدم‌های موفق اول اعتماد به نفس خودشون رو ساختن. در قسمت بعدی نویسنده به ما یاد میده چطور با آرامش و هوشمندی تصمیم‌های مهممون رو بگیریم و از سردرگمی فرار کنیم. تصمیم گیری های سخت معمولاً وقتی پیش میان که اطلاعات کامل نداریم یا گزینه ها پیچیدن. رولف میگه که نباید دنبال انتخاب مطلقاً درست باشیم، بلکه باید گزینه‌ای رو انتخاب کنیم که بهترین نتایج ممکن رو دارن. همچنین یاد میگیریم که چطور از دامهای رایج مثل تعصب و ترس دوری کنیم. همه ما تو زندگیمون با تصمیم‌هایی روبرو میشیم که روی مسیر آیندهمون تأثیر بزرگی دارن. آموزش مهارت تصمیم گیری به ما کمک میکنه تا استرس کمتر و آرامش بیشتری داشته باشیم. وقتی تصمیم گیری بهتری داشته باشیم، کیفیت زندگیمون به شکل چشمگیری بهتر میشه. برای تصمیم گیری بهتر اطلاعات لازم رو جمع کن، اما بیش از حد دنبال کامل بودن نباش. گزینه ها رو واضح بنویس و مزایا و معایب هر کدوم رو بسنج. با افراد مورد اعتماد مشورت کن، اما در نهایت خودت مسئول تصمیمت باش.
از احساسات قوی در تصمیم گیری دوری نکن، اما اجازه نده که احساسات کنترل کاملت رو به دست بگیرن. قبول کن که هیچ تصمیمی بدون ریسک نیست و آماده باش که در صورت نیاز اصلاح کنی. زندگی مثل یه دوراهی بزرگه که هر روز باید یه راهو انتخاب کنیم. نترس از انتخاب کردن. حتی اگه مسیر رو اشتباه رفتی، همیشه میتونی برگردی و مسیرت رو اصلاح کنی. مهم اینه که تصمیم بگیری و حرکت کنی. تو فصل بعدی نویسنده یه جمله ساده اما قدرتمند بهمون میگه: مسئولیت دنیای خودت رو بپذیر. یه جمله ساده که اگه باهاش زندگی کنیم میتونه واقعا دنیامون رو تغییر بده. خیلی از ماها عادت کردیم که مسئولیت چیزهایی که تو زندگیمون میگذره رو بندازیم گردن بقیه، خانواده، جامعه، شانس، شرایط اقتصادی. ولی نویسنده میگه اگه همیشه دنبال مقصر باشی، هیچ وقت کنترل زندگی تو به دست نمیگیری. تو مسئولی، نه برای همه چیز، ولی برای واکنشی که به اتفاقات نشون میدی، برای انتخاب‌هایی که میکنی و برای مسیر زندگیت. چون وقتی مسئولیت زندگی تو بپذیری، قربانی نیستی. آدم قدرتمندی هستی که میتونه شرایط رو تغییر بده. این نگاه باعث میشه تصمیمات آگاهانه تر باشه و از تکرار اشتباهات جلوگیری کنی. احساس کنترل بیشتر یعنی اضطراب کمتر، تمرکز بیشتر و زندگی پر انرژی تر. حالا چطور این ذهنیت رو در خودمون بسازیم؟ جای چرا این اتفاق افتاد بپرس الان چی میتونم انجام بدم؟ به جای غر زدن دنبال راه حل بگرد، حتی کوچکترینش. اگه اشتباهی کردی قبول کن، فرار نکن. اشتباه کردن نشونه ضعف نیست، نشونه رشد و یادگیریه. بدون که انتخابات دنیات رو میسازن. هر انتخاب کوچیک یه آجر تو ساختن آیندت. واقعاً کی میتونه بهتر از خودت زندگی تو مدیریت کنه؟ تو بهترین کسی هستی که میتونه مراقب خودت باشه. بذار خودت قهرمان قصه خودت باشی. حتی اگه دنیا علیهت بود، تو هنوز یه چیز مهم داری: قدرت انتخاب. و این یعنی هنوز همه چی ممکنه. و حالا بریم سراغ فصل بعدی، جایی که رولف به یه موضوع خیلی مهم و اغلب فراموش شده اشاره میکنه. امروز صبح اولین کاری که کردی چی بود؟ شاید مثل خیلی‌ها موبایلتو برداشتی و رفتی سراغ خبرها. اما رولف تو این فصل یه زنگ خطر به صدا در میاره. اخبار داره ذهنتو میخوره بی سر و صدا. اخبار اغلب طراحی شدن تا شوکمون کنن، ترس رو تو دلمون بندازن و ما رو وابسته نگه دارن. بیشتر خبرهایی که میخونیم نه تأثیر مستقیمی روی زندگیمون دارن، نه قابل کنترلن. فقط ذهنمون رو شلوغ و مغزمون رو خسته میکنن. رولف پیشنهاد میده به جای پیگیری لحظه به لحظه اخبار، سراغ اطلاعات عمیق، منابع تحلیلی و چیزهایی بریم که واقعاً کیفیت فکرمون رو بالا میبرن. اخبار منفی باعث ترس، اضطراب و بدبینی میشن. مغز ما نمیتونه بین خبر مهم و خبر شوک آور فرق بذاره. فقط واکنش نشون میده. پیگیری دائم اخبار یه جور توهم کنترل میده، ولی در عمل فقط ذهنمون رو آشفته تر میکنه. برای اینکه بتونیم اخبار رو مدیریت کنیم باید محدودیت بذاریم. مثلا فقط یه بار در روز از یه منبع خوب اخبار بخون، نه هر نیم ساعت یه بار از همه جا. بیشتر از این که اخبار ببینی، کتاب بخون یا مقاله عمیق. اینا ذهنت رو قوی تر میکنن. و مراقب احساساتت باش. اگه بعد از دنبال کردن یک کانال خبری احساس ناامیدی، خشم یا اضطراب داشتی، این یه زنگ خطره. تصور کن ذهنت مثل یه باغه. اگه هر روز بری کلی زباله بریزی اون تو، خبرهای بیپایان منفی و ترسناک، طبیعیه که هیچ گل قشنگی توش رشد نمیکنه. ولی اگه انتخابگر باشی، بهش آب بدی، نور بدی، چیزهای خوب و آموزنده توش بریزی،
یه باغ آروم و پر از شکوفه داری. و موضوع مهم بعدی که این کتاب بهش اشاره میکنه، از آدم‌هایی که دائم شکایت میکنن دوری کن. هممون تو زندگیمون یه نفر رو میشناسیم که همیشه داره غر میزنه. هوا بده، رئیس بده، دولت بده، غذا بده، دنیا بده. حالا سوال اینجاست، اگه دائما با این آدما در تماس باشی چه تأثیری رو حال و هوای تو میذارن؟ رولف میگه شکایت کردن مثل دود سمیه. اگه تو فضای پر از دود بمونی، هر چقدر هم که قوی باشی بالاخره نفست میگیره. ذهن ما تحت تاثیر محیطشه. وقتی اطرافت پر از شکایت و منفی نگریه، به مرور خودت هم تبدیل میشی به نسخه ناراضی تری از خودت. باید حواسمون به این موضوع باشه، چون شکایت تمرکز ذهن رو از راه حل‌ها برمی‌داره و میبره سمت قربانی بودن، چون انرژی منفی مصریه. حتی شنیدن مداوم غر زدن میتونه حال درونیت رو داغون کنه، چون آدم‌هایی که دائم مینالن معمولاً دنبال تغییر نیستن، فقط میخوان حال بقیه رو هم خراب کنن. پس چیکار کنیم؟ با این آدم‌ها مرز بذار. لازم نیست قطع رابطه کنی، فقط فاصله عاطفی بگیر. اگه نمیتونی دورشی، موضوع رو عوض کن. گفتگو رو ببر به سمت چیزهای سازنده تر. یادآوری کن که میشه جور دیگه‌ای هم به مسائل نگاه کرد، مثبت و واقع گرایانه. خودت هم آگاه باش، نکنه یه وقت خودت تبدیل به اون آدمی بشی که همیشه داره شکایت میکنه. اگه میخوای حال دلت خوب بمونه، یکی از مهمترین کارهایی که باید بکنی اینه که مراقب کیا رو میذاری کنار خودت باشی. بعضیا میان تو زندگیمون و انگار هرچی نور و امید داریم با خودشون میبرن و این فصل یه تلنگره. بعضی آدم‌ها باید فقط تو خاطره ها بمونن، نه تو حال و هوات. نویسنده تو این فصل یه سوال بزرگ میپرسه: چطوری میشه زندگی رو بیشتر از همیشه دوست داشت و ازش لذت برد؟ زندگی فقط به موفقیت‌های بزرگ یا پول خلاصه نمیشه، بلکه در لذت بردن از لحظه ها و کوچکترین چیزها هم هست. رولف میگه هنر خوب زندگی کردن یعنی یاد گرفتن لحظه حال، یعنی نه فقط برای آینده برنامه ریزی کنیم یا تو گذشته غرق بشیم. توجه به جزئیات مثل یه چای خوش‌طعم، یه گفتگوی صمیمی، یه قدم زدن تو طبیعت میتونه کیفیت زندگیمون رو حسابی بالا ببره. و این فصل به شدت با ارزشه، چون در دنیای شلوغ امروز خیلی‌ها از لذت‌های ساده زندگی غافل میشن. چون وقتی یاد میگیریم قدردان لحظه‌های کوچیک باشیم، کمتر استرس داریم و شادتر هستیم. چون شادی یه مهارته، باید تمرینش کنیم. و چند تا راه ساده برای بیشتر لذت بردن از زندگی. هر روز یک کاری بکن که باعث لبخندت بشه، حتی اگه کوچیک باشه. خودت رو از گوشی و فضای مجازی جدا کن، حداقل برای چند دقیقه در روز. به آدم‌ها و چیزهایی که داری نگاه شکرگزارانه داشته باش. وقت گذاشتن برای طبیعت، موسیقی یا هنر رو جدی بگیر. تمرین کن که وقتی درگیر یک کاری هستی تمام حواست اونجا باشه. زندگی خیلی کوتاه‌تر از اونیه که فکر می‌کنیم. پس بیا یاد بگیریم به جای اینکه دائم دنبال چیزای بزرگ و دوردست باشیم، از همین الان، همین لحظه ها حسابی لذت ببریم. اینطوری زندگیمون تبدیل میشه به یه سفر پر از خاطرات قشنگ و دلنشین. حالا نویسنده بهمون میگه چطور از اشتباهاتمون یاد بگیریم. ما همه اشتباه میکنیم. این بخش طبیعی زندگیه. اما نکته کلیدی اینه که چطور از اونها درس بگیریم و قوی تر بشیم. اشتباهات یه فرصت عالی برای رشد و یادگیری هستن، نه فقط شکست و ناامیدی. رولف تأکید میکنه که نباید اجازه بدیم ترس از اشتباه کردن ما رو از تلاش کردن باز داره. مهم اینه که به جای سرزنش خودمون تحلیل کنیم چه چیزی اشتباه بوده
و چطور میشه دفعه بعد بهتر عمل کرد. رشد واقعی وقتی اتفاق میفته که از اشتباهاتمون عبور کنیم و درس بگیریم. بدون یادگیری ما تو چرخه تکرار همون اشتباهات گرفتار میشیم. وقتی قبول کنیم اشتباهات بخشی از مسیر موفقیته، راحت‌تر میتونیم ریسک کنیم و پیشرفت کنیم. حالا چطور این اشتباهات رو به فرصت تبدیل کنیم؟ قبل از هر چیز اشتباه رو قبول کن و از خودت فرار نکن. به دنبال دلیل‌ها و ریشه‌های اشتباه باش، نه فقط نشونه‌ها. از دیگران هم بازخورد بگیر و گوش کن. یه برنامه ساده برای دفعه بعد طراحی کن که بتونی بهتر عمل کنی. به خودت فرصت بده و به خاطر تلاش و یادگیریت خودت رو تحسین کن. یاد بگیر که اشتباه کردن پایان راه نیست، بلکه یه نقطه شروع دوباره است. با اشتباهاتت مثل یه دوست قدیمی رفتار کن که میخواد بهت کمک کنه، نه مثل یه دشمن که میخواد شکستت بده. و حالا در فصل بعدی قرار یاد بگیریم چطور ذهنمون رو آروم کنیم. ذهن ما مثل یه تلویزیون پر از کانال‌های مختلفه که دائم عوض میشن و باعث استرس میشن. رولف پیشنهاد میکنه که با تمرین‌های ساده‌ای مثل مدیتیشن، تنفس عمیق و تمرکز روی لحظه حال میتونیم آرامش بیشتری پیدا کنیم. این آرامش ذهنی به ما کمک میکنه تصمیمات بهتری بگیریم و کیفیت زندگیمون رو بالا ببریم. ذهن آروم پایه همه چیزه، از سلامت روان تا روابط اجتماعی و حتی موفقیت کاری. یاد گرفتن آرامش مثل یه اهرم قوی برای کنترل استرس های روزمره است. زندگی سریع امروز باعث شده بیشتر از همیشه نیاز به تمرکز و آرامش داشته باشیم. سعی کن هر روز چند دقیقه روی نفس‌ها تمرکز کنی. سعی کن وقتی کاری میکنی کاملا تو همون لحظه باشی، نه تو افکار پراکنده. هر وقت احساس استرس کردی چند نفس عمیق بکش و به خودت یادآوری کن که همه چیز قابل مدیریته. گاهی فاصله گرفتن از تکنولوژی و دنیای دیجیتال ذهن رو آرومتر میکنه. ذهن ما مثل یه باغچه است. اگه بذاریم علف‌های هرز، استرس، نگرانی، افکار منفی رشد کنن، گل‌های زیبای آرامش جایی تو دلش ندارن. پس بیا با تمرین آرامش باغ ذهنمون رو گلکاری کنیم. هر لحظه با انتخاب‌های کوچیک و بزرگ مسیر زندگیمون رو داریم میسازیم. زندگی خوب یعنی آگاه بودن به این انتخاب‌ها و مسئولیت پذیری نسبت به اونها. رولف تأکید میکنه که زندگی مثل یه رقصه. باید با آگاهی و حضور هر قدم رو محکم برداریم. این فصل به همون یادآوری میکنه که قدرت تغییر توی خودمونه، نه بیرون از ما. به همون امید میده که هر روز میتونیم بهتر و هوشمندانه تر زندگی کنیم. هر روز یه انتخاب آگاهانه داشته باش، حتی تو چیزای کوچیک. مسئولیت تصمیماتت رو قبول کن و ازشون درس بگیر. یاد بگیر که زندگی رو با عشق و توجه به لحظه حال زندگی کنی. زندگیمون یه داستانه که خودمون نویسندش هستیم. پس قلم رو به دست بگیر، صفحه ها رو با رنگ های قشنگ پر کن و هر روز یه قدم به سمت زندگی که دوست داری بردار. خب دوست خوب من، تا اینجا با هم سفر کردیم تو دنیای هنر خوب زندگی کردن با رولف دوبلی و کلی نکته های دوست داشتنی و کاربردی یاد گرفتیم که میتونیم تو زندگی روزمرمون به کار ببندیم. امیدوارم این همراهی برات مثل یه گفتگوی دوستانه بوده باشه. یه جایی که میتونستی چند دقیقه ای از هیاهوی دنیا فاصله بگیری و به خودت و زندگیت فکر کنی. یادت باشه زندگی یه مسیر زیباست، نه یه مسابقه. هر روز یه فرصت تازه است برای انتخاب‌های بهتر، برای لبخند زدن‌های بیشتر، برای بودن در لحظه.
ازت ممنونم که این مسیر رو با من بودی و اگر این پادکست رو دوست داشتی خیلی خوشحال میشم کانال رو سابسکرایب کنی و حتما نظرت رو برام بنویسی. تا اپیزود بعدی آروم باش، مهربون باش و همیشه به زندگیت عشق بورز. قدم به قدم بهتر از دیروز. تو در مسیر عشق به خودت هستی. خدا نگهدار.